دستگیر کرد. And it's about exposure to truthful information about the fellowship in Iran. You've earned it. و لازمه که این عشق و اینا تا اونجا که میشه در معرض دسترسی و دید باقی اعضای تو دنیا قرار بگیره، به خاطر اینکه این واقعا حق شماست که این شرایط براتون پیش میاد. And I'd also, before I forget, like to say a very happy 19th recovery anniversary to Javad. ازم میخوام بگم که قبل که یادم بره تبریک بگم 19 سالگی جواد You know, we talk a lot about how difficult it is to get clean. ما اغلب درباره این صحبت می‌کنیم که چقدر سخته تا پاک بشیم. And while it really was for me, I believe it's been just as hard or harder for me to stay clean. اما امروز دارم می‌بینم که خیلی سخت پاک موندن خیلی سخت‌تر از پاک شدن است. I have tried to graduate from Narcotics Anonymous more than once. من بیشتر از یه بار سعی کردم که از معتادان گمنام فارغ التحصیل بشم و برم مبارزه. And thank God I didn't. And the commitments and the ties I had with people kept me coming back until I was willing to work the steps. و خدا رو شکر که این اتفاق نیفتاد و اون رابطه ها اون من به یه نوعی تعهداتی که داشتم باعث شد تا من بازم بیام و در جلسات حضور کنم پیدا کنم تا زمانی که شروع کنم قدم ها رو کار کنم. You know, I don't hold myself up as a perfect example of anything in recovery. I do not hold myself up as a perfect example of anything in recovery. من فکر نمی‌کنم که یه الگوی کاملی باشم در بهبودی واسه کسی کامل نیست بهبودی. But I stand here today as a woman who can live comfortably in her own skin, who is incredibly well loved, surrounded by family and friends, only because I stayed here. اما امروز اینجا وایسادم به عنوان زنی که تو پوست خودش گنجیده، تو پوست خودش جا شده و دور و برش پر از انسانایی که دوستش داره، خانواده خیلی مهربونی داره و همه اینا صرفاً به خاطر این پاکیزگی که می‌مونه داشته. One of the things that made me fall in love with Narcotics Anonymous was our first step. یکی از چیزایی که باعث این شد که من عاشق معتادان گمنام بشم قدم اول. Because rather than saying I was powerless over drugs, it told me I was powerless over a disease that affected the way I thought and the way I saw the world. به خاطر اینکه به جای اینکه بگه من در برابر این ماده مخدر خاص عاجزم، میگه من در برابر یه بیماری عاجزم که روی افکار من و نوع نگاه من به دنیا تاثیر گذاشته. Because I knew even without drugs there was something terribly wrong with me. بخاطر که من میدونم حتی بدون مواد مخدر من یه مشکل خیلی اساسی در شخصیتم داشتم. And I thought what I needed to do was physically detox. I had no idea that my problems were spiritual and emotional. و همیشه اول فکر می‌کردم که من فقط لازمه که از لحاظ جسمی سم‌زدایی کنم، اما و اون موقع نمی‌دونستم که مشکل من مشکل روانی و روحانی است. And I didn't believe for years and years that I would be able to live comfortably in my own skin. سالها طول کشید تا من به حال یواش یواش تونستم که تو پوست خودم بگنجم و تو پوست خودم احساس راحتی کنم. You know, when I think about recovery, I think of it as a process that's very slow and painful at times. وقتی درباره بهبودی فکر می‌کنم می‌بینم که این بهبودی فرآیند خیلی یواش و بعضی وقتا خیلی دردناک است. And precious and more valuable than anything else in my life. اما در عین حال خیلی ارزشمند و دارای بیشترین ارزش بیش از هر چیزی تو زندگی من ارزش داره. It's worth it. و همه دردسرایی که داره چیزی شده ارزشی شده.
So for anybody in here who wonders who's in those places that I've been many times, of is it worth it? Am I worth it? بنابراین ممکنه الان بعضی کسا اینجا باشن که واسهشون هم اتفاقاتی که در ببینی واسه من افتاده، یعنی که شک کنن که آیا همه این کار ارزششو داره، یا اینکه آیا من شخصا ارزش اینجا بودن رو دارم. بعد بگم که You are and it is. اینکه شما ارزشمندین و اینکه این کار هم ارزش انجام داره.